ممنوع الخروجی. برای چی؟ تو نه آدم سیاسی هستی که زیر پرچم کسی سینه بزنی، نه اهل دیسکو رفتن اینجور چیزا. ولی کسرا میگه اگه آدم تو مملکت خودش غریب باشه چی؟ تو مملکت خودت داری به زبون مادری مجله در میاری، این خر تو گل موندی. مجله در میارین؟ اون وقت کدوم وری هستی؟ نشر اکاذیب با قد حیثیت و از اینجور صحبت. داشتم راجع به موضوع وبلاگ نویسا فکر می‌کردم. تو تماس قبلیتون چیزی نگفتید؟ شما از اونها هستین که میریزن شیشه‌هاشونو میشکنن و مزله‌هاشون آتش میزنن. همین الان این فکس اون خانومی که از سوء تماس گرفت فرست. فکر می‌کنی چند نفر تو این مملکت مسئلهشون این چیزاست که تو چاپ می‌کنی؟ من دارم به رفتن فکر می‌کنم. دلم هم می‌خواد تو هر تصمیمی که گرفتم تو همراهم باشی. کندن بر من سخته ولی نه به اندازه جدا شدن از کسرا. بهت گفت که تصمیم جدی نداره. اگه ته این موضوع به ماجرای سیاسی ختم بشه اون وقت می‌خواید چیکار کنی؟ میگه حکم احضاری است از دادگاه. شما غیر از روزنامه نگاری کار دیگه‌ای هم می‌کنی؟ زنگ میزنن میگن شما مزدوری. آره. آها همون خانومه. خب تو چرا همه چی رو سیاسی می‌بینی آخه؟ به خاطر اینکه من نمیتونم تحمل کنم 4 روز دیگه اسم تو بره کنار آدمایی که بهشون میگن محکومای انقلاب مخملی. اونایی که واسه شعاراشون یقه جر میدادن حالا کجان؟ یا تو فرنگ نشستن دارن ناله‌های قجری سر میدن یا تو همین تهران غرق پول مستقلات. تو که میدونی همیشه متهم ردیف اول مالی. مشکل من پلای پشت سرمونه که تو داری یکی یکی خرابشون می‌کنی. این وسط عمر ما و امثال ما بود که هدر شد. خانم شما فکر کنید اینجا سوئیسه؟ میگم من به اینجا عادت کردم. به اینجا، به مردم، به کارمون با همه دنگ و فنگش. هر کجا هستم باشم. آسمان مال من است. پنجره فکر، هوا، عشق، زمین مال من.